تا حالا از خود پرسی چرا تقریبا هر چند سال یک بار دوباره اسم خاورمیانه توی اخبار جنگ دیده میشه؟ یه روز عراق، یه روز سوریه، یه روز فلسطین، یه روز یمن و امروز شاید ایران. انگار این منطقه هیچ وقت آرامش رو ندیده. خیلی‌ها میگن دلیلش مذهبه، بعضی‌ها میگن همه چیز از نفت شروع شده. یه عده هم معتقدن همه تقصیر قدرت‌های بزرگ. ولی اگه بهت بگم شاید ریشه بخش بزرگی از این داستان به بیشتر از 100 سال پیش برمیگرده، باور می‌کنی؟ زمانی که هنوز خیلی از کشورهای امروزی اصلا وجود نداشتن. زمانی که چند نفر پشت یک میز نشستن و تصمیم گرفتن که اثرش تا امروز هم در خاورمیانه دیده میشه و حتی در دنیا. پس بزن بریم از اول داستان شروع کنیم. برای اینکه بفهم چرا خاورمیانه امروز این شکلیه، باید بیشتر از 100 سال به عقب برگردیم. زمانی که اصلا خبری از عراق، سوریه، اردن یا حتی خیلی از مرزهای امروزی نبود. اون موقع تقریبا تمام این منطقه زیر پرچم یک حکومت بزرگ اداره میشد. امپراتوری عثمانی، حکومتی که بیشتر از 600 سال روی بخش بزرگی از خاورمیانه، شمال آفریقا و حتی قسمت‌هایی از اروپا حکومت می‌کرد. اما اوایل قرن 20 این امپراتوری دیگه مثل گذشته قدرتمند نبود. جنگ‌های پشت سر هم، مشکلات اقتصادی و شورش‌های داخلی همه دست به دست هم داده بودند تا عثمانی روز به روز ضعیف‌تر بشه. تا اینکه در سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد. جنگی که نه تنها اروپا بلکه سرنوشت خاورمیانه رو هم برای همیشه تغییر داد. وقتی جنگ جهانی اول هنوز تمام نشده بود، دو کشور از همون موقع داشتن به این فکر می‌کردند که بعد از شکست عثمانی این سرزمین‌ها قراره دست کی بیفته؟ بریتانیا و فرانسه. سال 1916 دو دیپلمات به اسم مارک سایکس از بریتانیا و فرانسوا ژورژ پیکو از فرانسه پشت درهای بسته توافقی رو امضا کردند که بعدها به اسم توافقنامه سایکس پیکو شناخته شد. شاید در نگاه اول فقط یک قرارداد سیاسی به نظر برسه، اما خیلی‌ها معتقدند این توافق یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ معاصر خاورمیانه بود، چون برای اولین بار قدرت‌های اروپایی تصمیم گرفتن مناطقی رو بین خودشون تقسیم کنن که هنوز هم فتحشون نکرده بودن. جالبه بدونی هیچ نماینده‌ای از مردم اون منطقه هم سر اون میز حضور نداشت. تصمیم‌ها گرفته شد و خط‌هایی روی نقشه کشیده شد. اثر بعضی از اونها تا امروز هم دیده میشه. اما یه سوال، آیا واقعا مرزهای امروزی خاورمیانه دقیقاً همون چیزی که توی توافقنامه سایکس پیکو کشیده شد؟ نه دقیقاً. این فقط شروع داستان بود. قبل از اینکه درباره جنگ‌ها و مرزهای امروزی حرف بزنیم، باید با صاحب اصلی این سرزمین آشنا بشیم. امپراتوری عثمانی. شاید امروز اسم کشورهای عراق، سوریه، لبنان، اردن یا فلسطین رو جدا از هم بشنویم، اما حدود 100 سال پیش تقریبا همه این مناطق بخش از یک امپراتوری بود. امپراتوری عثمانی، امپراتوری که بیشتر از 6 قرن دوام آورد و در اوج قدرتش از دروازه‌های وین در اروپا گرفته تا یمن و شمال آفریقا رو کنترل می‌کرد. برای مدت طولانی عثمانی یکی از قدرتمندترین حکومت‌های جهان بود، اما هیچ امپراتوری برای همیشه قدرتمند نمیمونه. از اواخر قرن 19 مشکلات یکی یکی خودشون رو نشون دادن. اقتصاد ضعیف شد، ارتش دیگه اون قدرت سابق رو نداشت. کشورهای اروپایی هم هر روز قوی‌تر می‌شدن، تا جایی که به عثمانی لقب مرد بیمار اروپا رو دادن. لقبی که نشون میداد خیلی‌ها منتظر فروپاشی این امپراتوری بودن و بالاخره اون روز فرا رسید. ورود به جنگ جهانی اول. سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد. عثمانی هم تصمیم گرفت وارد جنگ بشه و در کنار آلمان و اتریش بجنگه. اما این تصمیم یکی از پرهزینه ترین تصمیم‌های تاریخ این امپراتوری بود. 4 سال جنگ، میلیون‌ها کشته، قحطی، ورشکستگی و در نهایت شکست. سال 1918 جنگ تموم شد، اما برای عثمانی پایان جنگ یعنی پایان یک امپراتوری 600 ساله، فروپاشی عثمانی. وقتی عثمانی شکست خورد، تقریبا همه میدونستن که دیگه قرار نیست این امپراتوری به شکل قبل برگرده. حالا سوال این بود، چه کسی قرار جای اون رو بگیره؟ پاسخ این سوال مثل همیشه بریتانیا و فرانسه، دو استعمارگر بزرگ، دو کشوری که از قبل برای این روز برنامه‌ریزی کرده بودند. مناطقی که سالها زیر پرچم عثمانی اداره می‌شدند، یکی یکی بین قدرت‌های پیروز تقسیم شدند. بعضی مناطق زیر قیمومت بریتانیا رفت، بعضی هم زیر قیمومت فرانسه. در سالهای بعد کم کم کشورهایی مثل عراق، سوریه، لبنان و اردن شکل گرفتند و بخش باقی مانده عثمانی هم به کشوری تبدیل شد که امروز اون رو با اسم ترکیه میشناسیم که منطقه آناتولی دست اونهاست.
اما این پایان ماجرا نبود. اتفاقا همه چیز داشت تازه شروع میشد. ورود به سایکس پیکو. چون خیلی از این مرزها قبل از اینکه مردم منطقه فرصت تصمیم گیری پیدا کنن روی کاغذ کشیده شده بودند. مرزهایی که بعضی از پژوهشگران در شکل‌گیری بخشی از اختلافات بعدی نقش داشتند. اما این مرزها دقیقاً چطور به وجود اومدن؟ برای جواب این سوال باید چند سال به عقب برگردیم. به سال 1916 به توافقی که اسمش تا امروز هم کنار تاریخ خاورمیانه دیده میشه، همون سایکس پیکو. با پایان جنگ جهانی دوم دنیا وارد یک دوره جدید شد، دوره‌ای که شاید از خود جنگ هم خطرناکتر بود. جنگ سرد، از یک طرف آمریکا، از طرف دیگه اتحاد جماهیر شوروی، دو ابرقدرتی که می‌خواستن نفوذ خودشون رو به تمام دنیا گسترش بدن. اما این سوال، بین این همه کشور چرا خاورمیانه انقدر براشون مهم بود؟ جواب فقط نفت نبود، موقعیت جغرافیایی هم بود. خاورمیانه بین اروپا، آسیا و آفریقا قرار داشت. راههای مهم دریایی از این منطقه عبور می‌کرد و مهمتر از همه، بزرگترین ذخایر نفت جهان هم اینجا بود و همچنین ارزان‌ترینشون برای استخراج کردن. برای آمریکا اگر شوروی میتونست در خاورمیانه نفوذ کنه، موازنه قدرت جهانی ممکن بود تغییر بکنه. برای همین هر دو طرف تلاش میکردند دولت‌های نزدیک به خودشون رو در منطقه حفظ یا تقویت کنند به صورت غیر مستقیم. و یکی از اولین میدان‌های این رقابت ایران و کودتای 28 مرداد. اوایل دهه 1330 ایران یکی از بزرگترین تولید کننده‌های نفت دنیا بود. اما این مشکل وجود داشت. بخش زیادی از سود نفت به شرکت نفت انگلیس میرسید و خیلی از ایرانی‌ها این وضعیت رو ناعادلانه میدونستند که درست هم بود. در همین زمان محمد مصدق نخست وزیری رسید. یکی از مهمترین تصمیم‌های دولتش هم ملی کردن نفت، تصمیمی که در داخل ایران طرفداران زیادی داشت، اما برای بریتانیا یک ضربه بزرگ محسوب میشد. بریتانیا تلاش کرد با تحریم و فشار سیاسی دولت مصدق رو وادار به عقب نشینی کنه، اما ماجرا به همینجا ختم نشد. با شدت گرفتن جنگ سرد، آمریکا هم نگران بود که بی‌ثباتی ایران در نهایت به نفع شوروی تمام بشه. در سال 1332 سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا یعنی CIA با همکاری سرویس اطلاعاتی بریتانیا MI6 عملیات مخفی رو اجرا کردند، عملیاتی که به سقوط دولت مصدق و بازگشت محمد شاه به قدرت منجر شد. تا امروز درباره دلایل و پیامدهای این کودتا بحث‌های زیادی وجود داره. عده‌ای معتقدند مهمترین دلیل نفت بود. بعضی‌ها هم نقش جنگ سرد و نگرانی از نفوذ شوروی رو پررنگ‌تر می‌دونن. اما تقریباً همه موافقند که این اتفاق یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ معاصر ایران بود. نقطه‌ای که نه تنها روی آینده ایران بلکه روی روابط ایران با آمریکا و بریتانیا هم تاثیر عمیقی گذاشت. اما در همین زمان آمریکا فقط روی ایران تمرکز نکرده بود. چند صد کیلومتر اون طرفتر داشت یکی از مهمترین اتحادهای تاریخ خاورمیانه رو شکل میداد. اتحادی که پایه‌های رابطه آمریکا و عربستان سعودی رو بنا گذاشت. اما آمریکا فقط نگران ایران نبود. یک کشور دیگه هم وجود داشت که اهمیتش هر روز بیشتر میشد. عربستان سعودی، سرزمینی که روی یکی از بزرگترین ذخایر نفت جهان قرار داشت. سال 1945 جنگ جهانی دوم تازه تموم شده بود. فرانکلین روزولت، رئیس جمهور وقت آمریکا، در مسیر بازگشت از کنفرانس یالتا روی یک ناو جنگی آمریکایی به اسم USS کوینسی با عبدالعزیز آل سعود، فرمانده قبیله آل سعود، دیدار کرد. شاید اون روز هیچ کس فکر نمی‌کرد این ملاقات یکی از مهمترین توافق‌های ژئوپلیتیکی قرن 20 رو رقم بزنه. خلاصه توافق ساده بود. آمریکا امنیت عربستان رو تضمین می‌کنه و در مقابل عربستان هم رابطه نزدیک با آمریکا در حوزه انرژی و نفت. همین توافق پایه یکی از ماندگارترین اتحادهای سیاسی و امنیتی جهان شد. اتحادی که تا امروز هم ادامه داره. اما داستان هنوز تمام نشده بود. حدود 30 سال بعد اتفاقی افتاد که شاید کمتر کسی بهش توجه میکنه، ولی اقتصاد جهان رو برای همیشه تغییر داد. پترودلار. اوایل 1970 آمریکا تصمیم گرفت تبدیل مستقیم دلار به طلا رو متوقف کنه. این تصمیم باعث شد خیلی‌ها بپرسن اگه دلار دیگه پشتوانه طلا نداره، پس چرا باید همه دنیا ازش استفاده کنن؟ پاسخ این سوال دوباره به خاورمیانه برمیگرده. در سالهای بعد آمریکا و عربستان توافق‌هایی انجام دادند که بر اساس اون نفت عربستان عمدتاً با دلار معامله بشه. یعنی هر کشور که می‌خواست نفت بخره باید دلار تهیه می‌کرد. در مقابل عربستان هم بخش بزرگی از درآمدهای نفتی خودش رو در اقتصاد آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کرد و از آمریکا تجهیزات و تسلیحات می‌خرید. به این چرخه
پترودلار گفته میشه، سیستمی که باعث شد دلار برای دهه‌ها جایگاه بسیار مهمی در اقتصاد جهانی داشته باشه. البته بعضی اقتصاددانها درباره میزان تاثیر دقیق این سیستم اختلاف نظر دارند، اما تقریبا همه موافقند که نفت و دلار برای سالها رابطه بسیار نزدیکی با هم پیدا کردند. اگر تا اینجای داستان رو کنار هم بذاریم، اول فروپاشی امپراتوری عثمانی، بعد تقسیم سرزمین‌ها در توافقنامه سایکس پیکو، بعد رقابت آمریکا و شوروی تحت نام جنگ سرد یا کولد وار، بعد کودتای 28 مرداد توسط MI6 و سیا، بعد هم اهمیت روزافزون نفت و شکل‌گیری اتحادهای جدید. می‌بینیم که خاورمیانه فقط به خاطر یک عامل وارد این مسیر نشد. تاریخ این منطقه و جغرافیاش حاصل کنار هم گرفتن دهه‌ها اتفاقهایی که بعضی از اونها هنوز هم روی سیاست و امنیت و زندگی خیلیا توی خاورمیانه تاثیر میذاره. حالا اگه از اول داستان تا اینجا رو کنار هم بذاریم، اول فروپاشی یکی از بزرگترین امپراتوری‌های تاریخ، بعد تقسیم سرزمین‌ها توسط قدرت‌های پیروز یعنی فرانسه و بریتانیا، بعد رقابت قدرت‌های جدید آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد، بعد نفت و بعد شکل‌گیری اتحادهایی که تا امروز هم ادامه دارند. همه این اتفاقات مثل تکه‌های پازل کنار هم قرار گرفتن. اما آیا این یعنی تمام مشکلات امروز خاورمیانه فقط تقصیر قدرت‌های بزرگ مثل بریتانیا و فرانسه یا شوروی و آمریکا بوده؟ 100% نه. واقعیت خیلی پیچیده‌تر از اینه. اختلافات داخلی، رقابت دولت‌های منطقه، تنش‌های قومی و مذهبی، تصمیم‌های رهبران و دخالت قدرت‌های خارجی، همه اینها در کنار هم خاورمیانه امروز رو ساختن. تاریخ هیچ وقت فقط یک مقصر نداره، اما چیزی که واضحه اینه که تصمیم‌هایی که بیش از 100 سال پیش گرفته شدن هنوز هم روی زندگی میلیون‌ها نفر تاثیر میذارن. شاید به همین دلیل که هر وقت اخبار رو باز می‌کنیم دوباره اسم یکی از کشورهای خاورمیانه رو می‌بینیم. اما تاریخ فقط برای نگاه کردن به گذشته نیست. اگه گذشته رو درست بشناسیم، شاید اشتباهاتش کمتر تکرار بشه و شاید روزی برسه که خاورمیانه به جای اینکه با جنگ شناخته بشه، با تمدن، فرهنگ، علم و مردمانی که هزاران سال تاریخ پشت سرشونه شناخته بشه. امیدوارم اون روز خیلی دور نباشه. اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و نظرت رو برام بنویس که ویدیوی بعدی درباره چه موضوعی باشه.